ایران مجاهدی سلام. اگه تا حالا براتون سوال پیش اومده که چجوری میتونید توی کال آف حرفه‌ای بشین، این ویدیو رو تا آخر نگاه بکنید. برای حرفه‌ای شدن توی کال آف دیوتی اول از همه باید صبور باشید. ولی خب با انجام دادن یه سری از کارا خیلی سریعتر میتونید سطح خودتون رو بالاتر ببرید. اولین چیزی که باید در نظر بگیرین بالا بردن لولتونه که با انجام دادن ماموریت‌های روزانه و انجام ایونت‌های فصلی این اتفاق خیلی سریعتر میفته. هر چقدر لولتون بالاتر بره تجهیزات بیشتری براتون آزاد میشه. البته این برای تازه کار است. پلیرهایی که چند وقت بازی رو شروع کردن باید تمرکز خودشون رو بذارن روی تنظیمات حساسیت بازی، تنظیمات سفارشی سازی گیم پلی و در نهایت تمرین کردن برای پرو پلیر شدن. توی قسمت تنظیمات حساسیت شما میتونید توانایی حرکت کرکترتون و یا نشانه‌گیری رو افزایش بدین. میتونید اتچمنت های گانتون رو با توجه به سبک بازیتون انتخاب کنید. این تنظیمات میتونه سرعت شلیک، نشانه‌گیری و قدرت‌های دیگه‌ای از گانتون رو تغییر بده. مورد دیگه‌ای که خیلی میتونه توی بالا رفتن سطح بازیتون بهتون کمک بکنه استفاده از چند تا انگشت به جای 2 تا انگشته. اینجوری تسلط بالاتری روی بازیتون دارین. و در نهایت تمام سعیتون رو بکنید با یه اسکواد خوب وارد بازی بشین. همتیمی خوب از نون شب واجب‌تره. خب بریم سر وقت تنظیمات بتل رویال. این تنظیمات به 2 بخش گیم پلی و سفارشی کردن تجهیزات تقسیم بندی میشه. مهمترین تنظیماتی که باید انجام بدیم، شما حتما باید گزینه ایم اسیستتون رو روشن بکنید. ایم اسیست چیکار میکنه؟ شما زمانی که دارین به انمیتون شلیک میکنید تا یه حدی انمیتون رو دنبال میکنه. کویک رانتون رو حتما روشن بکنید، چرا که لازم نباشه برای دویدن حتما دکمه رو فشار بدین. یه مقدار جویستیکتون رو به سمت بالا بکشین، شروع کنین به دویدن. فست اسکوپ و کویک وپن سویچتون رو حتما روشن کنید. گزینه اول برای موقعی که شما میخواین نشانه گیری بکنید و اسکوپتون سریعتر باز میشه. گزینه دوم موقعی که شما میخواین گانتون رو سویچ بکنید، این عملکرد سریعتر انجام میشه. خب اول از همه بریم سراغ تنظیمات مهم بتل رویال یا همون سنسیتیویتی. مقدار ولیو اکسلریشنتون رو روی 180 بذارین تا سنستون تنظیم بشه، یعنی نه خیلی سریع حرکت بکنه نه خیلی کند. مهمترین قسمت تنظیمات بتل رویالتون قسمت لودت. شما میتونید اینجا 5 تا گان رو توی قسمت ایدراپ سفارشی سازی بکنید. حالا این گانا کجا به کارتون میاد؟ زمانی که دارین توی بتل رویال بازی میکنین و ایدراپ گان میفته پایین، شما میتونید گان سفارشی مد نظرتون رو بردارین و از اون به بعد توی بازی از همون گان استفاده کنین. خب حالا تو همین قسمت لودت یه گزینه دیگه هست به اسم وپن مود. توی این قسمت شما میتونید هر پرکی که میخواین رو روی گان مد نظرتون سفارشی سازی بکنید. یعنی اگر شما توی مپ گان اسنایپر دستتون رو نمیخواید پرک ایفای رو بردارید، این پک به صورت اتوماتیک روی گان شما نمیفته که بخواید اونو دور بندازین. و در نهایت خیلی مهمه که کلاستون رو با توجه به عملکرد و نقشتون توی اسکواد انتخاب کنید. بعضی از این کلاس‌ها صرفاً برای سولو اسکوادها یا راه شدن‌های انفرادی مناسبه. بعضی‌ها هم روی بهبود عملکرد تیمی تاثیر میذاره. تعداد آرمورها، تاکتیکال‌ها و نیلاتون رو مشخص بکنید تا به اندازه نیازتون این تجهیزاتو بردارین و الکی کوله پشتیتون رو پر نکنید. جای درستی روی مپ لند بکنید. بعضی قسمت‌ها توی مپ هستن که لوت قوی‌تر و بیشتری دارن، پس قاعدتاً انمی بیشتری هم اونجا لند میکنن. با رعایت این نکات حتما سطح بازیتون بالاتر میره. امیدوارم به زودی یه پرو پلیر خفن بشین.